مؤسسه خیریه کوشش نوین که قبلا به نام مؤسسه خیریه شهید الحاج نصرالله فاروقی ایفای وظیفه می نمود، اکنون به صورت رسمی به نام کوشش نوین در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است. این مؤسسه در طی فعالیت‌های خیرخواهانه که دارد همچنان دارای یک کلینیک صحی به سرپرستی دکتر مصطفی رادمنش می باشد. اخیراً قطعه زمینی به وسعت یک جریب زمین به موقعیت شهرک کهدستان از طرف مسئول شهرک مذکور الحاج عبدالستار پهلوان اهدا گردیده است که مؤسسه مذکور از کمک خیرخواهانه ایشان تشکری می نماید. تصمیم هیئت مدیره مؤسسه کوشش نوین به این شده است تا زمین مذکور را توسط یک دیوار پخته و اساسی احاطه نماید. احاطه دیوار مذکور با کمک هزینه افغانهای خارج کشور به همکاری تلویزیون پیام افغان به مدیریت محترم عمر خطاب صورت گرفته که اسامی کمک کننده ها و مقدار پول کمک شده در وبسایت مؤسسه درج شده است. همچنان یکی از افغانهای مقیم کشور ما الحاج مصطفی آزادانی حیدری در احاطه کردن زمین مذکور کمک نموده که مؤسسه از کمک انسان دوستانه ایشان تشکری می نماید. طوری که شما در تصویر مشاهده می کنید کار جریان دارد و تقریبا کار آن نصفه گردیده است. هدف از دیوار نمودن زمین مذکور ساختن یک تعمیر پخته و اساسی برای بود و باش اطفال بیشتری جهت رشد و انکشاف این مؤسسه بوده است. این مؤسسه که فعلا به تعداد 25 طفل یتیم را سرپرستی می نماید و در آینده تصمیم دارد تا بعد از ساختن تعمیر زمین اطفال زیادتری را به این مؤسسه جذب نموده و کمک های انسان دوستانه دیگر هموطنان را در این زمینه خواهان بوده است. بعد از اتمام دیوار زمین تصمیم بر این شده است که موضوع ساختن تعمیر رهایشی و دیگر ملحقات به معرض تبلیغ عمومی تا منابع کمک انسانی آن ده هموطنان با مؤسساتی که خواهان مساعدت در جهت ساختن تعمیر مذکور باشند این مؤسسه دست همکاری به طرفشان دراز نموده و آرزوی همکاری در این فعالیت اسلامی و انسانی می باشد.